آریانا، انقلاب در عرصه تدریس. سلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدین به سلسله درس‌های ریاضی حساب. امیدوارم جور صحتمند باشین و درس را از ابتدا از درس اول همراهتان تعقیب کرده باشین. دوستان عزیز، ما شما در فصل سیوم حساب هستیم و بخش دومش که اعداد اعشاری رو شروع کردیم. درس اولش که معرفی اعداد اعشاری بود، دربارش گپ زدیم. امیدوارم پورا همراهتان خوانده یک چیز یاد بگیرین و درس‌های دیگه‌اش بعد از این پیش میبریم. دوستان عزیز، در این چنل میتونین تمام درس‌ها رو پیش ببرین. بالای چینل کلیک میکنین، میرین بالای پلیلیست براتون میاد، هم به زبان دری درس هست، هم به زبان پشتو است. هر زبان را که خوش دارین او را همراهتان ببینین و کوشش کنین که ویدیو را به دوستای دیگه تان هم برسانید تا در صدقه جاریه هم ما شریک باشیم. دوستای عزیز، ما شما در درس دوم کسر اعشار هستیم و در این بخش ما شما سر عملیات چهارگانه اعداد اعشاری گپ میزنیم. طوری که میفهمم عملیات چهارگانه اما چهار عملی هستند که عبارت از عملیه جمع است، تفریق است، ضرب است و تقسیم است و ما شما بخیر از عملی اولش شروع میکنیم. پس ما شما نشته میکنیم جمع کسر اعشار. صحیح؟ جمع کسر اعشار یا جمع اعداد اعشاری دوستای چی رقم میشه؟ بسیار ساده، مثل مو اعداد طبیعی که ما شما جمع میکنیم، با مو طریقه ما شما اعداد اعشاری رو جمع کرده میتونیم. چی رقم میکنیم؟ فقط تکنیکش است که علامه اعشاری باید تحت علامه اعشاری نوشته شود. دیگه اعداد اما تو عادی جمع میشن، مثل که ما شما در اعداد طبیعی اعداد جمع میکنیم. چی رقم؟ مثلا با ما شما گفته میشه یک عدد داده میشه که مثلا میگه 4.213 جمع 3.14 به شکل. این دو عدد اعشاری است، میگه با همدیگر جمعش کنید. اولی عدد نوشته میکنین 4.213. با این عدد نوشته میکنین طوری که علامه اعشاری تحت علامه اعشاری بیاید. یعنی علامه اعشاریش تحت پایین علامه اعشاری ما شما نوشته میکنیم. صحیح؟ اینه که نوشته کردیم دوستای عزیز، ما شما حالا چی میکنیم؟ عدد پوریش مثلا در تحت از این نوشتم، بعد عدد پوریش نوشته میگه دیگه اعداد 1 3 و چند است 4 هستند. پس عملی جمع است، راست جمع کنید عادی. وقتی که علامه اعشاری رسید رو خودش عطا میکنه. 3 جمع 4 7 میشن، 1 و 3 4 میشن، 2 1 میشه 3 علامه اعشاری آمد خودش عطا میکنید، 4 و 3 7 میشه. پس جواب سوال ما شما برآمد 7.347 بشه. صحیح؟ یا فرض مثال سوال دیگه داریم، میگیم که 1.2 جمع 3.42 جمع 0.213 به شکل. با اون شما گفته میشه 3 عدد است، هر سه شان با هم جمع کنین. ساده جمع میکنین، میگین 1.2 خودش و 3.42 هم خودش و 0.213 هم خودش به شکل. عملی جمع است. صحیح شد؟ جایی که دوستای از عدد نیست، میبینی که اینجا اعداد نیستن، ما شما صفر میمونیم. گفتم بودیم که میتونیم که بعد از عدد اعشاری هر چقدر صفر بانیم کدام تغییر وارد نمیشه. صفر بانیم جدو دانه ضرورت دو صفر میمونیم. پس عدد راست جمع کنیم. 0 0 0 0 3 میشه 3 میشه. پس نوشته میکنیم عدد 3 1 0 2 2 2 1 3 2 4 6 6 و 2 8 علامه اعشاری آمد خودش نوشته میکنین. 1 و 3 4 4 و 0 4 یعنی 4.833 جواب سوال ما شما هست. به این شکل دوستای سوال دیگر رو میگیریم. مثلا به ما شما گفته میشه 4 جمع 2.314 این دو عدد میگه جمع کنیم. ما شما چی میکنیم؟ 4 رو نوشته میکنیم، عدد دوم هم در پایین عدد تامش نوشته میگه، اعشاری در اینجا میتیم 3 است 1 است 4 است. در اینجا اعداد نیستن، پس ما شما میتونیم که اعشاری بانیم 0 0 اعداد باز اعشاری نوشته کنیم که فرق هم نمیکنه. 0 و 4 دوستای عزیز 4 میشه، 0 1 1 میشه، 0 و 3 3 میشه، اعشاری از دوستای عزیز 4 و 2 6 میشه. به این شکل ما شما سوالای خود حل کنید. دیگه سوال هم بوده میتونه مثلا دوستای عزیز با ما شما گفته شود که 5.3 یا 2 1 4 8 جمع 3.4 7 2 1 و جوابش از ما شما بخوایم. ما شما بازم میگیم 5.2 داریم، 1 است 4 است 8 است. عدد دیگه هم 3.4 7 2 1 به شکل. صحیح؟ علامت جمع است عملیات. 8 و 1 میشه 9، 4 و 2 میشه 6، 1 و 7 میشه 8، 2 4 6 علامه اعشاری آمد خودش، 5 و 3 هم میشه 8. پس جواب سوال ما شما به دست ما شما آمد که این جوابش است. صحیح؟ یا سوال دیگه از دوستای با ما شما میگن که 2.782 جمع 3.542 4 به شکل. صحیح؟ با ما شما میگه جمعش کنیم. عادی جمعش میکنیم، 2 خودش
اشاره 7 8 1 2 نشته میکنیم و 3 اشاره 5 4 2 4 نشته میکنیم. سیست جمعش میکنیم 2 4 6 میشه 1 و 2 3 میشه 8 و 4 12 میشه. مثل جمع دو سایز حاصل میدین. 8 و 4 میشه 12 دوش ده اینجا یکیش حاصل. 5 و 7 میشه دوستای عزیز 12 12 و 1 13 3 ده اینجا علامه اشاری اومد خودش یعنی یکیش اینجا حاصل است. 2 3 5 5 1 6 یعنی 6 اشاره 32 36 یا 32 36 جواب سوال ما شما می باشه به شکل سیز. و می شکل دوستای سوال دیگه است. مثلا میگه 4 اشاریه 2 1 جمع 13 اینو جمع کنید. اول یه عدد داشته میشه 4 اشاریه 21 و پایین داشته میشه فقط 13 اشاریه علامهش گفتم تحت علامه اشاری باید بیاید دوستای عزیز. اینجا میتونیم که صفر را بانیم. مال جمع میکنیم دوستای عزیز 1 و 0 1 میشه 2 0 2 میشه و اشاری خودش آمد خودش میمونه 4 و 3 7 میشه یکم خودش است یکم عددش داشته میکنیم. سیست همین تا عدد دیگه اگه داشته باشیم که 2 اشاریه 3 جمع 1 اشاریه 0 2 جمع 3 اشاریه 2 3 میشه و بگویی که 3 عدد اشاری است با هم جمعش کنیم. ما شما عادی 2 اشاریه 3 نشته میکنیم 1 اشاریه 0 2 نشته میکنیم و 3 اشاریه 1 2 3 نشته میکنیم. جایی که عدد اشاری نداریم ارقام اشاری 0 می نویسیم. اینجا نیست و دو دانه در اینجا نیست که پیشترم یک دانه از بیکار کردیم. جمع میکنیم 3 میشه 4 میشه علامه اشاری اومد خودش میمونی و اینو جمع میکنی چند 2 1 3 3 و 3 6 پس میگیم جواب ما شما 6 4 4 3. دی بخش سوال خانه خالی هم آمده میتونه. مثلا اگه با ما شما گفته شد به شکل یک سوال مثلا بگو خانه خالی علامه اشاری داشته باشیم باز اینجا 2 باشه و یک خانه خالی دیگه اینجا 3 باشه خانه خالی داشته باشیم و اینجا علامه اشاری و اینجا هم 1 داشته باشیم. سیس و با ما شما گفته شده که جواب از این مثلا 5 است از این 7 است اینجا اشاری است و اینجا فرض مثال جوابش چند است 4 است. شما ببینید که در بالا می خانه خالی ها کی آمده میتونه. سیس با شما بسیار ساده پیداش میکنیم. مثلا اینجا میگیم عدد خانه خالی است و اینجا 3 است پس کت 3 یک عدد جمع شده که 5 شده. ما شما پیدا میکنیم کدام عدد است که کت 3 جمع شده و 5 داده. شما کل تا صدا میکنید که عدد 2 جمع 3 5 میشه و اگر تو پیداش نمیکنید تو میتونید که از این حاصلش اینو تفریق کنید. مثلا از 5 که 3 بره 2 اینجا نشته میشه. سیس یعنی 2 نشته میکنیم. در اینجا میم دوستای که 2 کدام عدد جمع شد گفت شود ما میگیم 5 اوتنا میکنی اف که 2 بره 5 میشه جوابش اینجا 5 نشته میکنیم. سیس و اینجا 4 شده دوستای عزیز به این معنا که اینجا 3 بوده که کت 1 جمع شده و چند داده 4 داده یا 4 که 1 بره 3 داده اونجا چی میکنیم نشته میکنیم. یک سوال خانه خالی بود که حلش کردیم. سیس به این شکل دوستای عزیز سوال دیگه است که 2 است اشاریه خانه خالی اول خانه خالی دوم خانه خالی سوم. سیس و در اینجا ما شما یک خانه خالی دیگه داریم به شکل اشاریه 2 داریم 1 داریم 3 داریم. سیس بس اینجا ما داریم 7 اینجا 8 و اینجا 5 اینجا اشاری و اینجا 4 داریم دوستان عزیز. پس این سوال قبل از اینکه من حل کنم شما هم حل کردن میتونید. سیس میتونید که مثلا اینجا کدام عدد نشته کنیم از اف که 3 بره 4 نشته کردن میتونید از 8 که 1 بره 7 نشته کردن میتونید از 5 که 2 بره 3 نشته کردن میتونید از 4 که 2 بره 2 نشته کردن میتونید. پس این عملیه را که ما شما پس اجرا کنیم امی اعداد با ما شما میدن. سیس یک سوالی که دیگه میگیریم مثلا خانه خالی است اشاریه 4 خانه خالی مثلا اینجا 3 خانه خالی و اینجا اشاریه است 5. سیس که اینجا ما شما میتونیم که یک نشته کنیم. سیس یک نشته کنیم و در اینجا مثلا 7 نشته کنیم در اینجا اشاری است در اینجا ما شما در نشته میکنیم. سیس با ما میگه که در خانه خالی اعدادی که است با ما بگویید. سیس حالا در اینجا ما شما کدام عدد کت 3 جمع کنیم که 1 شود. سیس تو عدد خانه داریم کت 3 جمع شود 1 شود. پس این عدد است که حتما از 10 بزرگ شده که یک عددش اینجا نشته شده دیگه عددش حاصل شده. مثلا من کدام عدد میگم 8 در اینجا اومده دوستای عزیز. چرا؟ به خاطر 8 جمع 3 11 شده. یکیش در اینجا دوستای عزیز یکیش و یکیش دیگه هم چی شده حاصل شده به شکل. اینجا حالا کدام عدد از دوستای عزیز که کت 4 جمع شده و 7 داده. البته 4 نه که یک حاصل سیرم کت جمع کنیم 5 کت 5 جمع شده ما میگیم عدد 2 در اینجا که 5 جمع 2 7 میشه. و کدام عدد است که بالای کت 5 جمع شود در عدد ما شما میگیم عدد 5 است که 5 و 5 چند میشه 10 میشه. صحیح به این طریقه ما میتونیم که اعداد اشاری دوستای عزیز جمع کنیم. امیدوارم که یاد گرفته باشین و نوت کنین همراهتان تا یادتان نره و کدام کتابایی کتان است او را کار کنین. جایی که نمیفهمین سوال مثلا براتون خلق میشه اول بپارین پیدا کنین نتونستین بر طریق میتونین با ما روانش کنین ان شاء الله.